نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطانه، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطانه، وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات، وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقة ما الحاقة. شما در سوره قلم خواندید که اونها دوست دارن نرمش نشان بدهند، شما هم در مقابل اونها نرمش کنید، اما فرمود از اونها اطاعت نکن، یعنی نرمش از خود نشان نده. حال در سوره حاقه ما تخاویف میخوانیم برای مشرکین که اونها را الله بیم میده، میترسونه. هم تخاویف دنیوی هست و هم تخاویف اخروی هست، در این سوره بیان میشه. خلاصه این سوره اینه که الله تعالی 5 نمونه در این سوره، هم مثل خیلی از سوره های دیگر 5 نمونه از تخویف دنیوی و 1 نمونه از تخویف اخروی بیان میفرماید. 5 نمونه دنیوی و 1 اخروی، و همچنین در کنار اون تخویف اخروی بشارت اخروی هم هست که در آخرت برای کسانی که بر مسیر باشند چه نعمت هایی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه. الحاقه از حق یحق هست، چیزی که ثابت هست، محقق است. الحاقه صفت است برای موصوف مقدر. الآفة الحاقه، اون آفتی که حق است. نامی هست از نامهای قیامت. الله تعالی از آن جایی که میخواهد بیشتر گوشهایمون را باز کنیم، بیشتر توجه کنیم به این مسئله، این هم از نوع فصاحت است. دوباره به وسیله استفهام تکرار میفرماید ما الحاقه و ما ادراک ما الحاقه، تا اینکه شما شنونده اهمیت بدی، شما توجه کنی. الحاق خبری که حق است، جریانی که هیچ شکی توش نیست. ما الحاقه استفهام تحویلیه هست، یعنی ضمن که استفهام شده و توجهات را الله به اون سمت و سو مبذول می دارد، هول هم ایجاد می کند، وحشت ایجاد می کند. چیه حاقه؟ و ما ادراک ما الحاقه. بار بار سوال کردن برای تأکید و اهمیت مسئله هست. الله می فرماید خبرداری که حاقه چی هست. کذبت ثمود و عاد بالقارعه. نمونه اول از تخویف دنیوی گفتیم 5 تا نمونه هستند. نمونه اول ثمود است، نمونه دوم عاد است. کذبت ثمود و عاد بالقارعه، تکذیب کردند قوم ثمود قوم عاد قارعه را. قارعه هم مثل حاقه نامی هست از نامهای قیامت. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. قارعه یعنی قیامت، اون صدای در هم کوبنده را میگن قارعه. قیامت وقتی که بیاد همراه با صداست، همراه با وحشت است. انها تقرع الناس باحوالها، یعنی مردم را در هم میکوبد با احوالش.
لذا الله می فرماید اقوام گذشته انکار کردند، به سبب انکار ببینید چه حالت زاری گرفتن. کذب ثمود و عاد بالقارعه، قوم ثمود و قوم عاد قارعه را انکار کرد، تکذیب کرد. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. اما الان تفصیل هر دو تا را با هم ذکر کرد. اما ثمود هلاک شدند، الله اونها را نابود کرد. بالطاغیه، بالطاغیه، طاغیه طغیانگر را میگند، اما مراد هست به صیحة الطاغیه. اون صیحه، اون فریادی که از حد گذشته بود، اون فریادی که جگرها را پاره کرد. ای به صیحة المجاوزه للحد فی الشده، جلالین، اونی که در شدت از حد گذشته بود. اون صدای جگر پاره کننده ثمود با او هلاک شد. و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه. و اما عاد هلاک شدن با طوفان صرصر. صرصر یعنی بسیار خنک، سرد، یخبندان. عاتیه هم از عطوف است. عطوف به معنی سرکشی، معنیش اینه که سخت تند، از کنترل خارج شده. چنان بادی بود که گویا از کنترل خارج شده، همه چیز را از بین می برد. این باد تا کی بود؟ سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام. مسخر کرد الله بر آنها 7 شب و 8 روز، حسوما پی در پی، پیا پی. 7 شب و 8 روز این باد، این طوفان طول کشید. بعضی گفتن حسوم به معنی مشؤوم، یعنی این باد شومی بود برای اونها. چون که در آیه دیگر داریم فی ایام نحس مستمر، ایام نحس. پس اینجا ایام حسوم هم به معنی ایام نحس است. بعضی مفسرین گفتند. فترى القوم فیها صرعا، می دیدی قوم را که در آن صرعا افتاده اند، افتاده بر زمین. کانهم اعجاز نخل خاویه، گویا آنها تنهای درخت تو خالی. ببین نخل وقتی که از تو خورده باشه، خالی بشه، اون دیگه هیچ دردی نمیخوره، به هیچ جای مصرف نمیشه. اینها هم مثل تنه اون درخت تکه تکه شده و افتاده بودند. فهل ترى لهم من باقیه؟ الان برو نگاه کن، آیا کسی را من باقیه، یعنی من نفس باقیه، آیا میبینی یک نفسی، یک نفر از اونها باقی بماند؟ نماند. پس وقتی که گرفت خدا بیاد چنین سخته، چنین مؤاخذه میکنه. این قوم عاد و ثمود بود. اما اکنون قوم فرعون. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه. نمونه سوم و چهارم. وجاء فرعون نمونه سوم، ومن قبله قبل از فرعون، والمؤتفكات روستاهای سرنگون شده. این روستاهای سرنگون شده مالکی بود؟ قوم لوط. بالخاطئه، این هر دو قوم آمدن به خاطئه، یعنی مرتکب شدن، مرتکب جنایت ها، خطاها. بالخاطئه به این معنی است. این دو قوم مرتکب انواع جنایات شدند و پیامبران خودشون را نافرمانی کردند. فعصوا رسول ربه، آنها نافرمانی کردند رسول پروردگارشان را. خدای عزوجل در مقابل این نافرمانی چیکار کرد؟ فاخذهم اخذة رابیه، الله آنها را مؤاخذه کرد، مؤاخذه سخت. رابیه میگویند وقتی که چیزی برآمده باشد، ای فائقه، ولی کنایه از سختی هست. الله سخت اونها را مؤاخذه کرد. این 4 تا نمونه شد. نمونه پنجم از نوح.
انا لما طغى الماء حملناكم فی الجاریه، همانا ما حمل کردیم شما را. یعنی این منتی بر شما انسانهای موجودم هست. لما طغى الماء، وقتی که آب طغیان کرد، آب سرکشی کرد، یعنی آب از حدش گذشت. ای انسان ها، ای مخاطبین، حملناکم فی الجاریه، چون آبای شما بودند، شما هم در اصلاب اونها، گویا شما را الله حمل کرد در کشتی. حکمت حمل چی بود؟ لنجعلها لکم تذکره. متاسفانه اون چیزی که قرآن از ما میخواد و انتظار داره ما نداریم. الله میفرماید که این نجات شما برای این بود که برای شما یه تذکره‌ای باشد، یعنی عبرتی باشد. همیشه یاد کنید که ما و آبای ما زنده ماندند. و تعیها اذن واعیه، الله میفرماید حفظ کند این نکته را، این پند را، گوشهای حفظ کننده، گوشهای حافظ. یعنی بسیاری از گوشها که میتونند مطالب نغز را، مطالب خوب را حفظ کنند، این مطلب را باید حفظ کنند. خب 5 نمونه بود نه؟ نمونه عاد و ثمود، فرعون و لوط و نوح. الله می فرماید کسانی که طغیان کنند، سرکشی بکنند، این نمونه عذاب ببینند. این نمونه ها در دنیاست، اما در آخرت سبحان الله در آخرت عذاب سختی هست. الله می فرماید فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، تخویف اخروی، هرگاه سور دمیده میشه، نفخه واحده، یک بار دمیدن. و حملت الارض والجبال، و زمین حمل میشه و کوها حمل میشوند، یعنی برداشته میشوند. فتکتا دکتا واحده، یک بار کوبیده میشوند، و فقط یک بار، یک دکه واحده کوبیده میشوند. آن وقت همه پودر میشوند، از بین میروند. فیومئذ وقعت الواقعه، در آن روز واقع میشه، یعنی قیامت برپا میشه. و انشقت السماء، و آسمان شکافته میشه، باز میشه. فهی یومئذ واهیه، الله می فرماید آسمان در اون روز سست و نااستواره، اون سختی و اون استحکام خودش را از دست میده، تکه پاره میشه. اذا السماء انشقت آمده. والملك على ارجائها، و فرشتگان اطراف آسمان ها خواهند بود، چون که خود آسمان پاره هست. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، و حمل میکنند عرش پروردگار را فوقهم، بالای آسمان ها، در آن روز 8 تا. در حال حاضر 4 تا هستند، در اون روز حاملین عرش 8 تا هستند. آیا 8 تا فرشته هستند؟ والله اعلم. گرچه گفتم فرشته هستند که اینها قدمهایشون تحت الثری هست، زیر تمام طبقات زمین، و سرشون فوق السماوات السبع هست، و اینها حاملین عرشند. ولی حضرت عبدالله ابن عباس می فرماید که منظور از 8 فرماندهی هست، 8 گردان هست، 8 صف هست. تعداد هر یک چقدر هست الله بهتر می داند. قال ابن عباس 8 صفوف، 8 صف من الملائکه لا يعلم عددهم الا الله، عدد اونها را غیر از الله هیچ کس نمیداند. لذا الله می فرماید یومئذ تعرضون، احوال حشر. ای انسان ها، در آن روز شما عرضه می شوید، شما جلو آورده می شوید. لا تخفى منکم خافیه، مخفی نمیشه از شما هیچ مخفی، یعنی هیچ کس نمیتونه مخفی بشه، ذره پنهان بکنه. اما انسان اونجا 2 قسمه، هم بشارت است،
هم تخویف است. الله می فرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه، اما اون انسانی که نامه اعمالش به دست راست داده میشه، فیقول ها اقرؤوا کتابیه، این مسرت روحانی است. میگه بیایید بخوانید کتاب من را، یعنی نامه اعمالم را. این اسم فعل است، به معنی ایتونی، پیش من بیایید. بله، دعوت میده. انی ظننت انی ملاق حسابیه، من خوشبین بودم، گمان نیک داشتم که من ملاقات میکنم، برخورد میکنم با همین حساب. الله با من چنین رفتار میکند. فهو فی عیشة راضیه، الله میفرماید این انسان در عیشی راضی خواهد بود، در عیشی که رضایت کامل خواهد داشت، هیچ تهدیدی برایش نخواهد بود. فی جنت عالیه، در باغاتی که بلند و بالا هستند، برتر هستند خواهد بود. قطوفها دانیه، میوه‌های اون بهشت نزدیک قرار میگیرند، راحت میتونه میوه‌هاش را بچیند. کلوا واشربوا هنیئا، به اون انسان گفته میشه بخورید و بنوشید خوشگوار راحت. بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این سبب ظاهری است، به سبب اعمالتون، به سبب آنچه که شما انجام دادید در ایام گذشته در دنیا. و اما من اوتی کتابه بشماله، این تخویف اخروی است. اما اون انسانی که نامه اعمالش به دست چپ داده بشه، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، این ندامت است. میگوید کاش من کتابم را داده نمی شدم، کاش نامه اعمال به من داده نمی شد. یا لیتها کانت القاضیه، کاش همون مرگ، ها یعنی الموتة الاولا، همون مرگ اولی که در دنیا اتفاق افتاد، کانت القاضیه، همه چیز را فیصله می کرد، یعنی تمام می شدیم، دوباره زنده نمی شدیم، دوباره اینجا جواب پس نمی دادیم. الان این انسان بیادش میاد که من چی داشتم. ما اغنا عنی مالیه، مال من به من هیچ فایده نداد، هیچ چیزی را از من دفع نکرد. هلک عنی سلطانیه، تسلط و قدرت من از دست رفت، اون قدرتی که در دنیا داشتم. الله می فرماید خذوه، این انسان را بگیرید، فغلوه، این را در زنجیرها ببندید، ثم الجحیم صلوا، فغلوه، این را در زولانه ها زنجیرها قید کنید، ثم الجحیم صلوا، سپس اون را در جهنم داخل کنید. این ثم برای تعقیب ذکری هست، یعنی به این ترتیب لازم نیست باشه. ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، سپس در زنجیری که طولش 70 ذراع هست، فاسلکوه، به سلک، به رشته در بیارید، یعنی خوب بپیچانید. مطلب تذلیل است. قبلا هم خدمت شما عرض کردم که یک مجرم را که میارن به زندان، اون نمیتونه فرار بکنه از پیش اون همه نیرو، ولی کاملا زولانهش میکنن، زنجیر میکنن، میخوان ذلیلش بکنن. خب چرا این بدبخت این گونه باش رفتار میشه؟ الله در میفرماید انه کان لا یؤمن بالله العظیم. بله، فیقول یا لیتنی، میگه چند تا آیه مانده، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، این کسی که نامه اعمالش به دست چپ داده میشه، این انسان میگه کاش که به من کتابم و نامه اعمالم داده نمیشد. ولم ادر ما حسابیه، کاش من از حسابم چیزی نمیدانستم، یعنی در همون دنیا میمردم و تمام میشد زندگی، از اینجا هیچ اطلاعی نداشتم، به اینجا اصلا سرم نمی افتاد. لذا الله می فرماید دلیل عذاب چیه؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم. قبلا خدمت شما عرض کردم که برای
نجات و موفقیت چند چیز لازم هست، بالخصوص دو چیز. یکی التعظیم لامر الله، دوم الشفقت علی الخلق. انسان دستورات خدا را بجا بیاورد که میشه حقوق الله. الشفقت علی الخلق، بر خلق خدا شفقت داشته باشد. ما دو وظیفه داریم، یک وظیفه در قبال الله است و یک وظیفه در قبال بندگان خداست. اگر خدا به ما توانایی داده، به ما علم داده، به ما مال داده، به ما قدرت داده، همه انسان ها بر ما حق دارن، باید اونها را مظلوم نگذاریم، اونها را بی پناه نگذاریم. لذا از آیات معلوم میشه، چه آیاتی که اون آیات مژده هستند که کسانی که کار نیک میکنند هم حق خدا را انجام میدن، هم حق بندگان خدا را. انهم كانوا قبل ذلك متقین را خدا میفرماید انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. در شب کم میخوابیدن، همیشه خدا را سجده میکردن. و بالاسحار هم یستغفرون، این حق خدا. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این شفقت علی الخلق. پس اینجا نگاه کنید، این انسانی که به عذاب گرفتار میشه در این هر دو باب کوتاهی کرده. در تعظیم امر الله هم کوتاهی کرده، در شفقت علی الخلق هم کوتاهی کرده. با یکی انسان کامل نمیشه. اگر کسی هست شب و روز نماز میخواند، اما بقیه وظایف که نسبت به بندگان خدا دارد، حقوق العباد دارد، اعم الصله رحمی، کمک کردن، اونها را انجام نمیده، بازم انسان پایش گیره. یا اینکه کسی از شب و روز امور اجتماعی مشغوله، به مردم میرسه، به داد مردم میرسه، نمیدونم مؤسسه خیریه داره، سبد خوراکی داره، به یتیم ها، به بیوه ها میرسه، اما نماز نمیخونه، اینم ناقصه. هر دو لازم هستن. اونجا در باب معروفش، اینجا در باب منکر. ببینید انه کان لا یؤمن بالله العظیم، بنویسید دلیل عذاب. دلیل عذاب چیه؟ دلیل عذاب اینه که این ایمان نداشت به خدای عظیم، به خدای بزرگ. التعظیم لامر الله همینه. ولا يحض على طعام المسكين، این شفقت علی الخلق است که نداشت، برانگیخته نمی کرد، تحریک نمی کرد، تشویق نمی کرد بر طعام مسکین، خودش یا دیگران را. انسان باید وظیفه خودش را در مقابل بندگان خدا هم انجام بده، چه به صورت تشویق چه به صورت عملی. فلیس له اليوم هاهنا حمیم، الله می فرماید نیست برای این انسان امروز هیچ دوست صمیمی. ولا طعام الا من غسلین، و طعامی نیست و خوراکی نیست. ببین فلیس له اليوم هاهنا حمیم، هیچ دوستی نیست، خدا هم او را حمایت نمی کند. چرا؟ چون که انه کان لا یؤمن بالله العظیم، به اون مربوط است. ولا طعام الا من غسلین، این با مربوط به ولا یحض علی طعام المسکین، نتیجه اون است. به مسکین طعام نمیدادی، اونجا خودت هم طعام نداری. ولا طعام الا من غسلین، طعام دارد، طعامش غسلین است. غسلین میگویند که اون آب زائد بدن، اون زرداب، اون آب، اون چرک که به سبب زخمهای اهل جهنم میریزد از بدنشون و پایین جمع میشه، اونها را غسلین میگه. الله پناه بده. اونها را بهش میده هم برای خوردن. لا یأکله الا الخاطئون، الله می فرماید اون غسلین را نمی خورد مگر خاطئون. خاطئون تفسیر کبیر نوشته مشرکون، اهل شرک، به اونها عادت میکنن، میخورن. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. بعد از این تخاویف
که الله تعالی هم تخویف دنیوی بیان فرمود 5 نمونه، هم تخویف اخروی. حال زجر و توبیخ. الله بازم سوگند یاد میکنه فلا اقسم بما تبصرون، به آنچه که شما میبینید و نمیبینید. یعنی مخلوقات بزرگی که چه میبینید اونها را مثل زمین و آسمان، چه نمیبینید مثل عرش و لوح و کرسی، اینا همه گواهند، همه به همه سوگند که انه لقول رسول کریم. این واسطه وحی است. این که پیامبر میگه قول رسول معزز هست که برای پیامبر خدا وحی می آورده. و ما هو بقول شاعر، نفی شعر، تمام اتهامات را جواب میده. و ما هو بقول شاعر، این سخن شاعر نیست. قلیلا ما تؤمنون، اندک است اون چه که شما ایمان می آورید. اینجا قلت به معنی عدم است، یعنی ایمان نمی آورید، شما ایمان ندارید، شما نمی پذیرید. ولا بقول کاهن، نفی کهانت. کاهن عرض کردم اون کسی را میگویند که از طریق جنات اخبار غیب میگیرد از آسمان ها. همونطوری که در حدیث آمده اگر یک خبر درستی به دستش بیفته، به دست جنات بیفته، 99 تای دیگه دروغ سر هم میکنند، تحویل میدن. کاهن هم اونها را به مردم میگوید. مردم فکر میکنند این آقای کاهن یا جنات غیب میدانند. مردم برای گم شده های خودشون پیش کاهن میروند. مردم برای العیاذ بالله آیندهشون که آینده چی خواهد بود پیش کاهن میروند. کسی پیش کاهن بره و اعتقاد به حرفایش داشته باشه، چون که اون خبر از غیب میده، به اون حرفا اعتقاد و باور داشته باشه، این کفر است به قرآن. در حدیث آمده این انکار است، چون که قرآن مجید میگه که غیر از خدا کسی غیب نمیداند و این آقا داره اخبار غیب میگوید. لذا الله میفرماید ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون. قلیل هم به معنی عدم هست، یعنی پند نمیگیری شما. تنزیل من رب العالمین. الله که فرمود شعر نیست، کهانت نیست، پس چیه؟ نازل شده است، تدریجا نازل شده از جانب آن ذاتی که رب عالمیان است، منزل. اللهی که رب عالمیان است، از طرف او این کتاب نازل شده. ولو تقول علينا بعض الاقاویل. تقول میگویند حرف درست کردن، از خود ایجاد کردن. الله تعالی اینجا نسبت به رسول خودش، به حبیب خودش میگه ولو تقول، یعنی بالفرض اگر اون از خود حرف درست کند، از خود ایجاد کند، علینا بر ما بعض الاقاویل، بعضی سخنان، ما او را مهلت نمیدهیم. یعنی کسی نمیتواند بر ما تقول بکند، بر ما حرف درست کند. لأخذنا منه بالیمین، ما میگیریم دستش را، دست راست را. ثم لقطعنا منه الوتین، سپس رگهای حیات را قطع میکنیم، یعنی اون از پای در میآوریم. هر کسی بر ما درست کند، حرف بر ما درست کند، بر ما تقول بکند. اینا دو معنا کردن، لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. معمولا عربها عادت داشتند کسی را که میخواستند گردن بزنند، دست راستش را میگرفتند، دست راست را میگرفتند میکشیدند به وسیله دست چپش. جلاد میگرفت دست راستش را و با دست راست همونطور گردنش را میزد. پس بعضی گفتن به همین معنا لأخذنا منه بالیمین، منظور از یمین، یمین مجرم،
دست راست مجرم. اما بعضی گفتن که یمین اینجا کنایه از قوت هست. یمین کنایه از چی هست؟ قوت. معمولا از دو دست شما کدوم بیشتر زور دارد؟ دست راست. پس یمین به معنی قدرت. لأخذنا منه بالیمین یعنی با قوت میگیریم او را، سخت میگیریم او را، با قدرت میگیریم. ثم لقطعنا منه الوتین. پس به این معنا هست که اگر این پیامبر بر ما ایجاد میکرد، تقول میکرد، از خود سخن درست میکرد، ما باش رفتار تند میکردیم. اون وقت کسی نمیتونست جلوی ما را بگیره. فما منکم من احد عنه حاجزی، نبود هیچ یک از شما، هیچ احدی از او مانع، یعنی مانع ما بشه جلو را بگیره که ما نزنیم، هیچ کس نمیتوانست. و انه لتذکرة للمتقین، الله می فرماید همانا این قرآن تذکره هست، پند هست برای متقیان. ای مستفیدین من القرآن بنویسید، کسانی که از این قرآن پند میگیرند. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، همانا ما میدانیم که بعضی از شما تکذیب کنندگان هستند، اینا محرومین از قرآن. و انه لحسرة علی الکافرین، این نتیجه تکذیب، ثمره تکذیب. همانا این قرآن حسرتی هست بر کافرین. حسرت میشه وقتی که الان تکذیب کردن، روز قیامت حسرت میخورن، کاش تکذیب نمی کردیم. و انه لحق الیقین، همانا این کتاب حق هست، راست هست و یقینی است از جانب الله. پس کتابی والا با این مواصفات، با این ویژگی ها به شما داده شده. فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح بگو به نام پروردگار عظیمت، ذکر و تسبیح خدا را بجا